همینطوری که دوستان مشاهده میکنید این اتومبیل ریچ هستش و دیسکو صفحه نیسان پثفایندر روش سوار شده. به راحتی با 2 تا انگشت میره پایین و دنده ها بسیار راحت جا میره. بولورین کلاج ریچ داخلش پلاستیکی هست. بولورین کلاج نیسانی سوار میشه، زغالی کلاجش فلزیه، طراحی خودمون هست و کاملا از جنس چدن هست. بولورین کلاج ریچ به خاطر اون پلاستیکی بودنی که عرض کردم ذوب میشه و دچار مشکل میشه ماشین، ولی کن زمانی که این جنس از جنس چدن هست به مشکل بر نمیخوره و سالهای سال براتون کار میکنه. نهایتا عملیات فوق 2 روز زمان میبره. بابت هزینه‌اش هم میتونید دایرکت پیام بدید. بنده پاسخگو هستم و در خدمتتون هستم. این ماشین کاپرادو برای سرویس کامل به ما مراجعه کردن. مشکل چراغ چک داشته، هر جا برده بوده نتونسته بودن این مشکل رو براشون حل کنن. اومدن تعمیرگاه ما چک کردیم، دیدیم خطای سنسور اکسیژن میزنه و متوجه شدیم که کاتالیزورش مشکل داره و نیاز به تعویض کاتالیزور داشته و ما این کارو براشون انجام دادیم. الان ماشین اوکی و آماده است و بدون عیب و ایراد آماده حرکته. درود بر شما دنبال کننده های پیج فوردی درایو. امروز در خدمتتون هستیم. یکی از دوستانی که مراجعه کردن یه سری کارا روی ماشینشون انجام دادیم. اتومبیل سرانزا هست. یکی از مسائلی که روی اتومبیل سرانزا بسیار حائز اهمیت هست ترمز دستی این ماشین است. حرکت قشنگی که روی ماشین انجام شده اینه که ترمز دستی اومده وسط. با توجه به اینکه ترمز دستی تمام سرانزاها این قسمت قرار داره، با فشاری که دست به سمت عقب میاره اعمال میشه، در صورتی که اینجا به صورت یک اهرم، این اهرم شاید نیروی دست رو چندین برابر میکنه و انتقال میده به لنت‌های ترمز دستی و فوق‌العاده قدرت ترمز دستی ماشین رو بیشتر میکنه. صندلی هم که به صورت تک نفره، حالا لکسوسی هستش، سوار شده روی این ماشین با کنسول وسط رونیز و کار تمیزی هستش که روی ماشین اجرا شده. دوستان عزیز، هزارخواری پولوس ویتارا هست مربوط به دیفرانسیل جلو. لطفاً نظرتون رو توی کامنت بنویسید که چرا این اتفاق برای این هزارخواری افتاد. امروز در خدمتتون هستیم با یک اتومبیل ویتارای 2000. نمایندگی بهشون گفته بود که گیربکس ماشین ایراد داره و به دیفرانسیل جلو قدرت رو انتقال نمیده. بعد از اینکه ماشین رو بردیم رو جک امتحان کردیم، گیربکس سالم بود، گاردون جلو میچرخید. بعد از اینکه دیفرانسیلش رو باز کردیم مشخص شد که هزارخواری پولوس دیفرانسیل جلو کچل کرده و باعث شده که انتقال قدرت به چرخ‌های جلو انجام نگیره. اتومبیل فوق یک تصادفی داشته و دهنه چرخ‌های مقداری بازتر شده. بعد از اینکه دهنه چرخ‌ها بازتر شده، پولوس هزارخواریش از داخل کمی عقب‌تر اومده، باعث شده که نوک هزارخواری خورده بشه و کامل انتقال قدرت به قسمت جلوی ماشین قطع بشه. توصیه‌ای که خدمت دوستان دارم این هستش که حداقل به تعمیرگاه مجاز مراجعه بکنید تا ماشین دقیق بررسی بشه. لایک و کامنت فراموش نشه. نظراتتون رو برای درود بر شما دنبال کننده‌های پیج فوردی درایو. یکی از دوستانی که به اتومبیل ریچ اینجا مراجعه کرده بودن یه مشکلی داشتن که توی ریچ ها خیلی شایع هست. بعد از زدن دسته دیاگ متوجه می شدن که هر بار یک سنسوری ارور میده و متاسفانه بعد از مدتی دوباره یه سنسور دیگه یه ارور دیگه میداد. دست سیم کشی به فاصله 5-6 سال که کار کرده دست سیم کشی سیم های داخلش خشک شده و بعضی از مواقع هستش که سیمکش پلاستیکی سیم در جای خودش باقی است ولی متاسفانه قسمت مسی داخل سیم از داخل جدا شده و مشخص نمی‌کنه که این سیم قطعی داره یا خیر. دوستان ما دست سیمکشی کامل رو از روی ماشین جدا میکنن و با یه دست سیمکشی کامل نو در کنار هم میذارن. شروع میکنن با دستگاه اوهمه تک تک سیم ها رو از ابتدا و انتها اوهمش رو بررسی میکنن و در صورتی که هر سیم از داخل قطعی داشته باشه یا اتصالی داشته باشه این سیم رو تعویض میکنن.
سلام خدمت دوستان عزیز و فالوورهای پیج فورویل درایو. امروز خدمت یکی از دوستان عزیزمون آقای مهرداد شعبانی هستیم، جزو پهلوان‌های کشورمون هستن. یک خودروی پاترول دارن و کارهای پاترولشون رو توی مجموعه تعمیرگاهی ما انجام دادن. می‌خوایم ازشون سوال کنیم که نظرشون در مورد تعمیرگاه و کارهایی که روی ماشینشون انجام شده چیه. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و دیگر همکاران عزیزتون. والا من این خودرو رو گرفتم، برای تعمیراتش خدمت شما رسیدم. قبلا چند تا جا رفته بودم که درست کرده بودن ولی به اون نحوی که می‌خواستم در نیومده بود و همش هی ایراد پیدا می‌کرد. از زمانی که اومدم اینجا و بچه‌ها زحمت کشیدن خودرو ما رو بازسازیش رو انجام دادن، اصلا خودرو واقعا فوق‌العاده شده. کاری که انجام دادن درجه 1 بودش. من فکر کنم ماشین شما از این رو به اون رو شد، یعنی یه ماشینی بود تبدیل شده به یک ماشین دیگه، درست میگم؟ دقیقاً درسته، یعنی از روغنریزی دف و موتور و همه جا دیگه روغنریزی داشت و سیستم زیربندی ماشین و سیستم بوربورینگ ها، دف، باک، همش کاملا دونه به دونه انجام شد. یعنی من اگر نمایندگی یکی از برندهای ایران رو میرفتم، به این ظرافت و به این قشنگی و به این سرعت عمل بالا به این عنوان انجام نمیدن، چون بردم دیدم واقعا کارتون درجه 1 و بکر بودش. چه توصیه‌ای داری برای کسایی که پاترول دوست دارن و میخوان ماشین آفرودی پاترول داشته باشن یا احیانا بخوان ماشین رو جمع بکنن؟ اول اینکه همین که قصد خرید داشتن، قبل خریدشون تشریف بیارن اینجا، خودشون رو بازرسی کنن، اینجا تایید بگیرن که موتور سالمه، مثل مال من ابولوک سیلندر خراب نباشه تا به بالا تا زیربندی و غیره و غیره، و اینکه برای تعمیراتش حتما به اینجا بیان و هیچ وقت پشیمون نمیشه. مرسی از شما.